فردا باز اومدیم با نصب کردن مکروس فاینل سیرا روی یه لپتاپ ویندوزی با وی ام وی. خب اه، چند راه برای نصب کردن این مکروس وجود داره، یکی با ای اف آی، یکی با وی ام وی. با وی ام وی خیلی راحت‌تر و زودتر نصب میشه، ولی با ای اف آی مشکلات زیاد داره، دردسر زیاده داره، احتمال اینکه نصب نشه و هاردتون به فنا بره خیلی زیاده و مشکلات خیلی زیادی داره. ولی ما میایم امروز با وی ام وی نصبش بکنیم این مک‌اوس رو. یه مک‌اوسی من توی دیسکریپشن لینکش رو قرار میدم، بریم مک‌اوس پایینتر نوشته مک‌اوس فاینل رو اون رو دانلود میکنید. دو تا فایل، یکی 1 گیگی و یکی هم 4 گیگی. این دوتا رو که با هم اکستراکت بکنید یه پوشه باز میشه. مک‌اوس سیرا فاینل میزنید، چند تا فایل هست اینجا، ما با یکی از اینا کار داریم. اینم مکوس سیرا فاینل دات وی ام دی که. برای این کار یه دونه به این فایل نیاز داریم، به وی ام ور نیاز داریم. مطمئن باشه که وی ام ور ورکستیشن 17 و نیم نباشه، چون من وی ام ور ورکستیشن 17 و نیم رو امتحان کردم. واقعا یه وی ام وری که اصلا نمیذاره هیچی توش نصب کنید. لینک اینم تو دیسکریپشن میذارم. وی ام ور ورکستیشن پرو 16 لایت که اصلا اروری به شما نمیده. هرچی باید وی ام ور 17 به پایین رو بزنید. خب یه فایل وی ام ور ورکستیشن هست، رو اون کلیک میکنید تا نصب بشه. برای وقتی شما وی ام ور رو نصب کنید و بریم به منوی نصب، اونجا سیستم عاملی به نام مک‌اوس وجود نداره اول مک‌اوس، و باید اون رو آنلوکش بکنید که اونم گذاشتم لینکش رو توی گیت هاب هستش. من خودم یه بار دیگه آنلاک کردم وی ام ور رو دیگه، هر چقدر وی ام ور رو حذف و نصب بکنید باز هم وی ام ور نصب میشه، همون آنلاک بودنش میمونه تا این نصب میشه. من برم بهتون بگم ادامه. خب بعد از اینکه انجام دادید و نصب کردید وی ام ور رو، یه فایل ریلیز پایتون امبدد هست توی گیت هاب که اونا اکسترکت میکنید و تبدیل میشه به یه پوشه. تو این پوشه فایل خیلی زیادی هست. شما میگردید یه فایل به نام win-install.cm، اینو باید حتما پیدا کنید. بعد میایید و راست کلیک میکنید. بعد از اینکه وی ام رو نصب کردید راست کلیک میکنید. الان اینجا یه باگ ویندوز من داره و نشون نمیده. ران از ادمنستریتور رو میزنید و صبر میکنید تا خود سی ام دی به صورت اتوماتیک بار بسته بشه. بعد از اینکه بسته شد وی ام ور شما آنلاک شده و تمومه. این وی ام ور ورکستیشن 16 پرو الان میبینید که اینجا کلیک کرده. نگران نباشید، این یکم کلا طول میکشه نصب کردنش، چون داره پکیج های ویژوال کیبورد و ویژوال موس و اینجور چیزا رو نصب میکنه. خب وقتی که اون پنجره بسته شد نکست رو میزنید. این وی ام ور 16 پرو لایت هستش و اصلا نیازی به لایسنس نداره، اما اگه 16 پرو معمولی رو دانلود بکنید نیاز به پول داره، و اگه نمیخوان که پولی پرداخت بکنید از سایت صاف 98 دانلود میکنه تا بهتون یه فایل کی بده و از اونجا بتونید کرکش بکنید. خب وقتی اومده تو این صفحه حتما این تیک رو بزنید، چون میاد یه دونه ویندوز فیوچری به نام کیبورد درایور هستش. یعنی مثلا شما میان مکروس رو نصب میکنید اصلا کیبوردتون کار نمیکنه و مجبورید یه کیبورد مثلا مال لپتاپتون مجبورید یه کیبورد خارجی بهش وصل بکنید. اما اگه اینو بزنید کیبوردتون رو اتوماتیک بار مکروس میشناسه و مشکلی نداره. نکست رو میزنید، نکست، نکست و اینستا ثبت میکنید تا نصب بشه.
همینطور که میبینید آخرای نصب این آرم و شورتکات وی ام ور اینجا قرار میگیره و من مطمئن میشیم که داره درست نصب میشه. این ویژوال نتورک درایورز خیلی برای ما مهمه، پس مطمئن باشه که به درستی نصب میشه، چون اگه این ویژوال نتورک درایور نباشه شما هر سیستم عاملی چه ویندوز چه مک‌اوس و هر چیزی رو که نصب کنید وی ام ور میاد کلا اینترنت قطع میشه، چون درایور نتورک ویژوال نصب نیست و هیچ وقت سیستم عامل شما به نتورک وصل نمیشه. خب فینیش رو میزنیم. ریستارت رو که من یه بار نصب کردم و ریستارتی نمیخواد، من که نو رو زدم، ولی شما حتما ریستارتش بکنید. خب چون من یه بار آنلاک کردم این وی ام ور رو، از آنلاک در نمیاد، ولی گفتم اگه ران از ادمنستریتور رو میزنید سی ام دی باز میشه و اتوماتیک بسته میشه. وقتی که اومد بالا شما الان برید اینترنت بزنید که چگونه مکروس رو روی وی ام ور بزنیم، کلا با این فرق میکنه. من خودم هم قبلا با این راه میرفتم، اما این مکروس سیرا خیلی فرق میکنه. مکروس هایی که دیگه که مثلا مکروس های جدیدتر مثل سوناما، سکویا، مانتوری، ونتورا، بیکسور، کاتالینا و غیره که نصب دانلود میکنید برای وی ام ور یه فایل ایزو و یا دیسک ایمیج فایل هستش، ولی وقتی که شما مکروس سیرا برای وی ام ور رو دانلود میکنید یه فایل وی ام تی کی هستش و کلا منوی نصبش با نصب مکروس های جلوتر فرق میکنه. برای این کار مثل همیشه Create a new visual machine کلیک میکنید. اینجا ما همیشه میذاشتیم روی کاستوم برای مکروس جدیدتر، ولی میذاریم روی تیپیکال. Next. اینجا ما همیشه اینستال دیسک ایمیج فایل رو انتخاب میکردیم، ولی چون که فایل ما یه فایل وی ام دی کی هستش، این آخری ها رو میزنیم I will install the operating system later. این رو میزنید Next. هر موقعی که شما وی ام ورتون رو آنلاک بکنید اپل مک‌اوس ایکس به جست اپراتینگ سیستم اضافه میشه. ببینید الان ویندوز داره، لینوکس داره، سیستم عامل خود وی ام ور رو داره، آدر داره، مثلا ام استاس و سیستم عامل های دیگه، ولی اپل مک‌اوس ایکس نیست. اگه شما اون فایل win-install.cmd رو ران از ادمنستراتور بزنید و cmd اتوماتیک بسته بشه، این اپل مک‌اوس ایکس بعد از یه بار ریستارت کردن وی ام ور اضافه میشه. مک‌اوس فایل سیرا که شما قرار دانلود بکنید مک‌اوس 10 و 14، شما اپل مک‌اوس ایکس رو انتخاب میکنید و مک‌اوس 10 و 14 صدام رو انتخاب میکنید. نکست رو میزنید. اسم برای ویژوال ماشین خودتون انتخاب میکنید برای مک‌اوستون، مثلا ما میزنیم مک او اس سیرا. خب این لوکیشن حتما یادتون باشه که کجا نصب میکنید. من مثلا لوکیشن رو میخوام توی درایو سیم، شما میتونید توی درایو های دیگه هم نصبش بکنید. درایو سیم توی فولدر مک‌اوس رو بزنید اوکی و نکست رو میزنید. شما میتونید اینجا توی قسمت هارد ببینید چقدر هارد جا برای نصب کردن این برنامه دارید. اینجا مقدار فضای شما توی مک‌اوس رو نشون میده. اگه هارد SSD روی لپتاپ یا کامپیوترتون هست توصیه میکنم که مک‌اوس رو روی هارد SSD نصب بکنید، اما اگه SSD ندارین خب باید برید روی SSD نصب بکنید. اما بهتون بگم خیلی سرعت واقعا بیش از اندازه سرعت مک‌اوس میاد پایینتر و بهتون اون سرعت که میخواد رو نمیده، میخواین رو نمیده. اما الان من مثلا روی لپتاپ یه هارد SSD هست و من میذارمش روی 80 گیگ. بعد نکست رو میزنید و فینیش رو میزنید. الان همونطور که میدونید ما اصلا فایل ایزو و یا فایل نصبی برای نصب کردن این مک‌اوس اصلا انتخاب نکردیم. برای اینکه انتخاب بکنیم کلا فرق میکنه. وقتی که ما گذاشتیم روی تیپیکال
خودش میاد تعداد کورها و تعداد هسته های سی پی رو انتخاب میکنه. شما میتونید ادیت ویژوال ماشین سیتینگز رو بزنید. اینجا توی قسمت پروسسورز مثلا من الان گفته دو تا کور سی پی و 2 تا هم هسته میخوام بذارم که جمع میشه 4 تا. خود وی ام ور بهتون کمک میکنه که چقدر هسته سی پی شما داره و چقدر میتونه سی پی تون جا داره برای نصب کردن برنامه. مثلا من بذارم هسته رو روی 3، ببینید که ارور میده و میگه که این ماشین به احتمال زیاد روشن نشه چون که سی پی شما جای کافی نداره. پس من مثلا میذارم روی 2002 که هم سی پی من جا داشته باشه و هم سرعت مک‌روس هم بره بالاتر. همه این ستاتیک رو اینجا فعال میکنید. اگر هم مموری جای بیشتری دارید مموری بیشتر انتخاب کنید. مثلا مال من الان مموری این لپتاپ خیلی کمه و مجبورم بذارمش روی 2 گیگ که اصلا 2 گیگش هم خالی نیست، فکر کنم ارور بده چون که الان 1.3 خالیه. برای اینکه بفهمید چقدر از رمتون خالیه روی منوی لوگوی ویندوز کلیک راست میکنید، تاسک منیجر رو میزنید. توی تاسک منیجر توی قسمت پرفورمنس توی مموری میبینید که چقدر جا براتون مونده. مثلا اویلیبل مال من 1.3 و مطمئنم که ارور میده که اونم درست میکنیم بعدا. خب بعد از این برای این که شما بتونید مک‌روستون رو نصب کنید باید یه فایل براش انتخاب کنید، ولی ما نمیایم فایل رو به صورت مک‌روس های تریتر و یا سیستم عامل‌های دیگه بزنیم. میایم این مک‌روس رو بهش میگیم که این مک‌روس این اصلا سیستم عامل نیست، این یه هارد دیسکه برای خودش. پس میایم روی اد کلیک میکنیم. بعد اینجا چند تا گزینه هست، ما روی هارد دیسک کلیک میکنیم، نکست رو میزنیم. ساعت‌ها رو بذارید بمونه چون خودش ریکامندد زده. نکست رو میزنید. اینجا چند تا گزینه هست، 3 تا گزینه هست. create a new visual disk, use an existing visual disk, use a physical disk. حتما اینجا خیلی مهمه، حتما رو روی دومی بذار، چون اگه روی اولی بذارید اصلا کلا یه دیسک جدید ایجاد میکنه، اصلا نمیگه که بیا انتخاب کن. روی دومی میزنید، نکست رو میزنید. اینجا روی براوز کلیک میکنید و اون فایل مک‌روس VMDK که گفته بودم و دانلود کرده بودیم اکسترکت کرده بودیم اینجا مک‌روس سیرا فایل VMDKش اینجوری که میبینید الان اینجا هست. ما یه کار میکنیم که این رو مک‌روس نشناسه و این رو یه هارد دیسک بشناسه. اوپن رو میذارید روی فایل مک‌روس مون کلیک میکنید، اوپن رو میزنید و فینیش رو میزنید. چیپ اگزیتینگ فرمت رو میذارید بمونه و الان کامل تموم شد. بعد از اون چند تا اینجا ستینگ هستش که بهتر قبل از نصب کردن مک‌روس رو انجام بدید. الان وی ام به صورت پیش‌فرض میاد 3 مگابایت از گرافیک شما رو، فقط 3 مگابایت از فضای گرافیک شما رو برای این ویژوال ماشین قرار میده. اما ما اگه بخواید کیفیتش بره بالاتر میاید روی قسمت نتورک ادپتر رو که بذارید مال خودش بمونه. یو اس بی کنترلر یو اس بی 3.1 هستش، بذارید روی یو اس بی 2 و این تیک رو هم بزنید. ساوند کارتش اینو خودش انتخاب میکنه. میاید توی قسمت دیسپلی. اینجا اگه گرافیک انویدیا دارید که الان انویدیا از گرافیک 210M میاد روی گرافیکاش سه‌بعدی میذاره، یعنی قابلیت سه‌بعدی بودن رو میذاره. اما این لپتاپ میگم چون قدیمیه اکسلریت سه‌بعدی رو من بزنم ارور میده و میگه که سه‌بعدی رو پشتیبانی نمیکنه. پس اگه گرافیک مخصوصا توی گرافیکای انویدیا اگه گرافیکتون از سه‌بعدی پشتیبانی میکنه حتما اینو فعال کنید، چون هم سرعت مک‌روس رو میبره بالاتر، هم کیفیت و باحالیش رو میبره بالاتر. اینجا
specify monitor settings رو میزنید. numbers of monitor که دست خودتونه، ولی رزولوشن کیفیتیه که کیفیت و رزولوشن یعنی زوم و یا زوم تصویرتون رو نشون میده. این رو بذارید همیشه روی آخری که مال ما آخرش 3840 در 2160. این رو میاد توی پایین دیسپلی اسکیلینگ اسکرچ مود رو میزنید. چیپ اسپکت راتیو استرچ رو حتما بذارید بمونه، هیچ وقت رفری اسکرچ نذارید. بعد مثلا الان من سپاجی رو که باز کنم ساپورت نمیکنه. بعد من میخوام مثلا اگه بخواین بگین که چقدر میخواین از فضای گرافیکتون رو به مک‌اوس بده، بذارید دیگه. مثلا الان آخرینش 8 گیگه که نوشته ریکامندد. به احتمال زیاد بشه ما مثلا ارور بده، چون که 8 گیگ اصلا شاید نباشه. خب ما که الان اوکی رو زدیم، اگه کار نکرد برمیگرد. خب بعد از اینکه تموم شد Power on this ویژوال ماشین رو کلیک میکنید و روی این کلیک میکنید تا بیاد بالا. خب همینطور که میبینید الان ماپل اومده بالا و داره پر میشه. مک‌اوس سیرا خوبی که داره اینه که خیلی زود نصب میشه، یعنی جمعا 3-4 دقیقه طول میکشه تا این مک‌اوس روی لپتاپ شما نصب بشه یا کامپیوتر یا روی وی ام شما. صبر میکنید تا پر بشه و این داره نصب میکنه. مک‌اوس ما رو خیلی کم طول میکشه نصب کردنش. بعد صبر کنید تا پر بشه. من میگم شاید به احتمال زیاد این من برم توی وی ام ور صفحه قطع بشه یا صدا قطع بشه. خودتون میدونید دیگه الان نصب کردن مک‌اوس سیرا خیلی راحته، یعنی شما وای میسته خودش نصب میکنه. پس اگه صفحه قطع شد ببخشید دیگه. خب صبر میکنید تا پر بشه. وقتی که پر شد الان من چون یه بار مک‌اوسم رو نصب کردم، میبینید که الان اینجا مونده، یعنی فایل هاش مونده و نوشته که guest user تا عبادی. من چون یه بار وارد مک‌اوسم شدم، چون من یه بار این مک‌اوس رو نصب کردم، الان همونطور که میبینید اومده بالا برای ما. الان موس ما رو میبینید که شناخته. ایگنور رو میذارد اینجا. مک‌اوس سیرا خیلی مک‌اوس سبکیه. بعد مثلا شما ببینید در سیستم پرفرنسز رو الان من باز بکنم، مک‌اوس الان اومده بالا و من به احتمال زیاد ریستش کنم چون خیلی هنگ داره و گیر داره. خب الان با اینکه لپتاپ مال یه لپتاپ ویندوزی هست و مک نیست، الان شما ببینید اینجا نوشته اباف دیسپلی. اگه شما رو این بزنید به احتمال زیاد لپتاپ شما یا کامپیوتر شما بگه آیمک حساب میکنه. نوشته مک پروسسور که این همه، مموری دوگی که مثلا مال ما، گرافیک اینجوری 3 مگابایت مینویسه. نگران نباشید، الان ببین کیفیتش خیلی خوبه الان مال من و یکم هم هنگ داره که نداره. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما مطمئن باشید که لایک رو زدید، زنگوله رو بزنید و روی سابسکرایب کلیک کنید. خدا